قانون سوم، درخواست. بر اساس قوانین روحانی اگر کمک میخواید باید براش درخواست کنید. اگر به اجبار میخواید به کسی کمک کنید در زمانی که اصلا نیاز به کمک ندارن و یا تمایلی ندارن که ازتون کمک بگیرن، در واقع دارید کمک میکنید که ارتباطتون رو با اون شخص به پایان برسونید و حتی خودتون رو دچار کارما میکنید. چرا؟ چون از لحاظ معنوی اون شخص باید خودش زندگیش رو به نظم در بیاره و ما نباید اخلالی در رشد افراد و روحشون و روند یادگیری و تکامل روحشون ایجاد بکنیم. اگر نصیحتتون به اجبار هست، خودتون دچار کارما میشید. فکر بکنید که این نصیحت حتی اشتباه باشه، چون شما هم با توجه به آگاهی اون لحظه‌تون دارید نصیحت میکنید. اینجا هم نصیحت اشتباه اتفاق افتاده و هم کمکی که به اجبار بوده و اون فرد نه تنها نمیتونه از کمک شما استفاده بکنه، بلکه اختلال توی روند یادگیری روح اون فرد به وجود میاد. و تعجب نکنید اینجا که کمکتون نادیده گرفته شده و یا میگین که دستم نمک نداره. دلیلش این هست. قطعاً کسی که در حال غرق شدن یا یک نابینایی داره از خیابون رد میشه، اینجا خیلی مهمه که ما به اون فرد کمک بکنیم. منظور اینها نیست. منظور زمانی هستش که ما به زور و به اجبار میخوایم به کسی کمک بکنیم که یک چیزی رو بفهمه یا یک مسئله رو حل بکنه، زمانی که خودش هنوز به اون درجه نرسیده و اون هم قابل احترام هست و مسیر معنوی خودش رو داره. افراد میتونن در سطوح وجودی خودشون جواب سوالهایی که دارن رو پیدا بکنن. در واقع شاید یک نفر از چیزی خوشش میاد یا یک چیزی بدش میاد و ما احساس میکنیم که منطقی نیست، اما اون فرد در درون خودش دلیل اون صحبتش رو میدونه. پس ما نباید قضاوت بکنیم. ما نباید بگیم که خب به نظر همه چیز منطقی میاد، پس چرا این تصمیم رو میگیری؟ اون فرد خودش میدونه. هر فردی در درون خودش تمام جوابها رو داره. تمام افراد درسی هستن برای ما. فقط ما میتونیم ببینیم که اون رفتار یا اون کردار چه معنی داره برای ما و بعد به ادامه سفرمون بپردازیم. افراد دیگه نمیتونن اوضاع زندگی ما رو سامان بدن. میتونن نور باشن، میتونن راهنما باشن، اما ما خودمون هستیم که باید شرایط رو بهتر بکنیم. البته که فرشتگان همیشه مراقب ما هستن، اما گاهی حتی توی سختی اونها فقط ما رو نظاره میکنن. چون دقیقاً اوضاع آشفته ما هست که کلید رسیدن ما به زندگی بهتره. اما به محض این که اونها حس بکنن ما به درجه‌ای رسیدیم که میتونیم از اونها کمک بگیریم و به اون لول و سطحی رسیدیم که روحمون میتونه درخواست بکنه، قطعاً کمکمون میکنن که هم به درون خودمون نگاه کنیم و به محض آمادگی برای درخواست کمک اونها آماده هستن که کمکمون کنن. اما اینها در شرایطی رخ میده که ببینن ما آماده پذیرش و دریافت اون کمک ها هستیم. پس نوع درخواست کردن خیلی مهمه. اون وقت هستش که نیروهای والا، آموزگاران و غیره در قالب کتاب، یک شخص، یک برنامه تلویزیونی در مقابل ما قرار میگیرن تا بتونیم ازشون استفاده بکنیم. فکر نکنید که قرار هست که یک نفر به حالت مشاور از آسمون بیاد و به ما بگه چون درخواست کردی پس جواب تو این هست. نه، دقیقاً این همون لحظه که روح رشد میکنه، آماده دریافته، آگاهه و میتونه تمام اون چیزهایی که اطرافش اتفاق میفته رو به شکل یک نشانه و جواب ببینه. زمانی که از جانب فرشتگان، مسیح، استادان عروج یافته و یا غیره یا هر یک از در واقع سلسله مراتب نورانی ما درخواست کمک میکنیم، احتیاج هستش که اول خودمون رو آروم بکنیم، در مورد اون چه که میخوایم مراقبه کنیم و به شفافیت و واضح به وضوح در واقع برسیم
بدونیم چی میخوایم و بعد درخواست بکنیم. اون لحظه است که فرشتگان اتفاقاً بی‌تاب این هستن که به ما کمک بکنن. ما زمانی که آماده دریافت باشیم تمامی نشانه ها و جواب ها را از دنیای اطراف میبینیم، چون در دنیای درون این آمادگی و درخواست رو اعلام کردیم. پاسخ در بطن سوال جای داره. هرچه سوال شفافتر باشه، جوابی که میگیریم واضح‌تر هست. پس شفافیت همیشه به درد ما میخوره. میدونیم که میخوایم چی کار بکنیم، میدونیم که چه کمکی میخوایم بکنیم به دیگران، میدونیم که چه کمکی میخوایم از دیگران و دنیای بیرون بگیریم. فقط کافیه که به این شفافیت برسیم، چون کائنات هم شفافیت رو دوست داره و این رو بدونید که کائنات همیشه منتظر درخواست های ما برای اجابت دعاها و خواسته هامون هست. امیدوارم که همیشه در مدار عشق، نور، ثروت، سلامتی و صلح باشین. نور و عشق به قلبتون.